زنده باشی. بوسه محمد حسین شمخانی بر گونه پدرش 17 سال پیش در جریان برنامه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران. شغل آزاد. خب پدر مثلا یه جایی براتون کار جور نکرد تو مجبور بود پارتی بازی نکردی؟ من یک توصیه ایشون کردم که هرگز سراغ کار دولتی نرو. بره برای خودش کار آزاد. بره برای خودش کار آزاد و هیچ کاری هم با کار آزادی که به دولت هم مرتبط نباشه. توصیه‌ای که به نظر می‌رسد عمرش تنها به درازای مدت روشن ماندن دوربین‌ها در طول این مصاحبه بود. حسین شمخانی حالا در فهرست تحریم‌های آمریکا به اتهام اداره یک امپراتوری وسیع کشتیرانی، امپراتوری که نفت و دیگر کالاهای تولید شده در ایران و روسیه را که تحت تحریم‌های واشنگتن قرار دارند به مشتریانی در سراسر جهان می‌فروشد. تحریم هایی که بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با این شبکه را هدف گرفته. یکی از بزرگترین اقدامات تحریمی آمریکا در 7 سال گذشته. حسین از طریق نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح رژیم ایران و با بهره‌گیری از فساد ده‌ها میلیارد دلار سود به دست می‌آورد. امپراتوری حمل و نقل خانواده شمخانی نشان می‌دهد که چگونه طبقه حاکم در رژیم ایران از موقعیت خود برای انباشت ثروت هنگفت و تأمین مالی رفتارهای خطرناک رژیم سوء استفاده می‌کنند. آمریکا میگوید حسین شمخانی امپراتوریش را با استفاده از نام‌های مستعار و جعلی مانند هکتور، اچ و هوگو یک اداره می‌کند. آخری نامی که روی گذرنامه او از دومینیکا دیده می‌شود. طبق این گزارش شبکه حمل و نقل حسین شمخانی عمدتاً در اروپا و خاورمیانه مستقر است، به خصوص در دبی، اما در بسیاری دیگر از مناطق و کشورها هم نفوذ دارد، از هنگ کنگ و سنگاپور گرفته تا جزایر مارشال، پاناما و لیبریا. به گفته وزارت دارایی آمریکا، خانواده شمخانی از شبکه‌ای متشکل از لایه‌های پیچیده از شرکت‌های سوری استفاده می‌کند تا رد پای خود را پنهان کند. نفت بعد از استخراج در ایران و روسیه به شبکه شمخانی فروخته می شود. پول نفت از طریق شرکت‌های سوری به تولید کننده پرداخت می شود. شبکه شمخانی با استفاده از شرکت‌های سوری اسناد حمل و نقل را جعل می کند تا خریدهای نفتی را قانونی جلوه دهد. از طریق شرکت‌های عمومی با پروفایل‌های معتبر نفت را از شرکت‌های سوری خود می خرد. بعد با ناوگان کشتی‌های خود نفت ایران یا روسیه را برای خریدار نهایی حمل می کند. خریدار پول نفت را از طریق شرکت‌های سوری پرداخت می‌کند تا دخالت شبکه شمخانی را پنهان کند. درآمد حاصل از طریق شبکه پیچیده‌ای از نهادهای فعال در تجارت کالا پولشویی می‌شود. دخالت حسین شمخانی در تجارت نفت اولین بار 4 سال پیش خبرساز شد. وقتی خبرگزاری ایلنا گزارش کرد شرکت کشتیرانی ادمیرال متعلق به حسین و برادرش حسن شمخانی است. با وجود درز عکسایی از این دو در مراسمی در بمبئی به عنوان رؤسای ادمیرال، حسین شمخانی تاکید کرده بود هیچ دخالتی در مالکیت شرکت‌های نفتی و کنترل شبکه‌های تجاری ندارد. چه ایرادی داره؟ تکذیبیه‌هایی که در نهایت مانع از پیوستن او به پدرش در فهرست تحریم‌های آمریکا نشد. 10 روز پیش هم اتحادیه اروپا حسین شمخانی را به دلیل نقشش در تجارت نفت روسیه تحریم کرد. اقداماتی که 17 سال بعد از این مصاحبه شاید فعالیت تشکیلات شمخانی و کاسبیش از تحریم‌ها را دچار مشکل کند. من خواستم تشکر کنم که به اتفاق باران عباسی، BBC.